میری سر کار اینجوری میکاپ کن. حتما ابروهاتو لیفت کن. به پرایمر از آبرسان استفاده میکنم. به جای کرم پودر ضد آفتاب رنگی بزن. یه کوچولو کانسیلر بزن، بلندش کن. حالا کانسیلرتو خوش کن. پنکیک بزن به کل پوستت که برق پوستتو بگیره. حالا یه سایه نود بزن به کل پلکت. مداد مشکی یه خط چشم نازک و کوتاه پشت پلکم میکشم. با استفاده از یه براش و یه سایه قهوه‌ای یه کوچولو اینو فیدش میکنم. فرموژه حتما میزنم. ریملم بزن ولی سبک. مداد قهوه‌ای بزن توی چشمت. یه کوچولو برانزر بزن. رژ گونه یه کوچولو هم رژ گونه بزن. یه خط لب خیلی کم رنگ. بعدم یه رژ نسبتا نود بزن. برفیکسم بزن که میکاپت بهتر و بیشتر روی پوستت بمونه. این میکاپیه که تو باید برای سر کارت انجامش بدی.